سلام بچه، چطورید؟ خوش اومد به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم پارت دوم بازی کلات آف کلان. خوش اومد به این ویدیو چون از ویدیو قبل بسیار استقبال کردید. اومدم پارت بعدیشو همین سریع اومدم بگیرم که دیگه آره خلاصه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک کنید، سابسکرایب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها میبینید که اینجا خب ببخشید بچه‌ها، میبینید که اینجا تا کجا پیش رفته بودیم؟ آقای خوشیب، داناتلو و آقای لبامبا درهای ما هستن. داناتلو که کلا در حال آدم مذهبیه، کلا در حال دعا کردنه. لبامبا خوشلیب هم که همینجوری چرخ میزن تو بیسمون. خب ما الان هدفمون چیه؟ ریترن. خب باید بریم اون ایمان قدیمی برگردیم و کامندنت ستون فرگمنت رو پیدا کنیم که نمیدونم چیه. خب اینا هم که دیگه هیچی آنلاک نکردیم و بزن بریم سراغش. یک عدد تبر آماده برای پاره کردن کون حریف. راتو، خوشحالم که میبینمت، برات خبرهای خوب آوردم. دوانو ویتس یه ابیلیتی میخواد بهت بده. aim. Oh my god, I am the ریحار بروش حق اشما میتونیم شلیک کنیم. یو میگه انمی ها رو تو که بکشی بهت فرور بهت میدن. فرور این قرمزی هست. آمینه اینجا یه جای قرمزی لوکی داره و اینجا هم دراپ میشه. هشتاتون برید. حاجی اگه اینو نداشته باشیم چیزمون خاکستری میشه. پشم بیاید اینجا بی پدرا. هیا غلط کردم. سیخ تیر کنم با این ابیلیتی میزنم مثلا. انقدر خفنم. این یارو کارت بده بی پدر. 10% ممکنه که دمیج نخورم. همینو میگیرم. تامین یه دمیج ازت خوردم یه دونه قلب بهم داد بازی. ممنون. گو لیتس گو. یک عدد کارت 10% احتمال داره کریتیکال دمیج بزنیم. خب این دو تا مسیر داریم دوستان، یکش سنگ است یکیش غذا. مثل همیشه روش همیشه 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. خب میریم غذا. یالا غذا. میبینید این موجودو میبینید؟ ایول موجودو میبینید؟ خدایا یه این موجودو میبینید؟ آجی اینا محافظت الهی دارن، باور کن. آجی اینا محافظت الهی دارن. نمیتونم بهشون تیر بزنم، نمیتونم با تبر بزنمشون. what the fuck. دوتاش مسیره ولی روی یکیش به این دقت نکرده بودم. اگه این ور میرفتین این دونه چیزم میتونستیم. بچه ها تک بعدی نباشید مثل من. خب اینو میریم چون یه علامت قلبی داره که نمیدونم چیه. enemies have میگه دمیج HP شون نصف شده ولی دمیجی هم که به ما میدن 2 برابره. عالی شد. خودم هم میزنم. لاشی من نمیخوام لاشی بره بمیره. حاجی اینو پر کردی راست. بیاید اینجا. نه نیاید اینجا. ایو مثل لاشی. پس واقعیت داره. من دروغاتو شنیدم و ترس تو احساس کردم. قدرت تاج قرمز دوباره اومده ولی این چه آدمی انتخاب کردی لاشی؟ با چیزه بود آقا. یا ابوالفضل
اوه با تاجه بود. اوه بدبخت. آره سیکتی. یه دونه دمیج بخورید مردید بابا. آره حرامی. بمیر. این بچه هر وقت اینا بودن یعنی این آقای اینجاست. آقای چرت و پرت گو. اوه احتمال داره دمیجایی که میدیم پویزنی باشه. وقتی که اسپیمون نصفه همه انمی‌ها 2 برابر دمیج میخورن. نه میدونی من انقدر پرو هم به قرار نیست به دمیج نصف برسم. you know. بیاد اینجا. بیا این الان یه نصف قلم گرفتم. بمیرید از این بینم. اینونتوریمون چیه؟ او مای گاد اینونتوریمون خیلی خفنه. هشمان از گرس HP در اومد. چه جالب. خیلی این بازی منطقیه. آها به من میگن گلپری. دل نمیدم سرسری. اوه این چیه؟ Eons agon the lands were rife with God. چه جملات مسخره ای گفت که نفهمید. اوه اوه بگم کامندشیان استون همین بود. بله کامندمنت استون. کامندمنت استون آریوز. اوه باش میتونیم قوانین وضع کنیم. اشام این همون عکس ما ولی لول 2. چه بهتر. ریسایکل هم میتونیم بده بابا. یه دونه داد کلا. باس فایت. لشی لاشی دیدم تو معبده. اوه حاجی واقعا اینو بزنیم این چیزا پر میشه. آره رحم بهتون نمیکنم پرنده ها بازی. اوه موی رد کردم حاجی. کارت. اوه یه دونه دی اس قلب داد بهمون دیگه. وقتی که دمیج بخوریم کل افرادی که توی صفحه باشن دمیج میخورن. کارت مپ رو ریویل میکنه. نشون میده مپ رو کلن. این نفرینی که میزنیم 25% کمتر از این فرور میخواد. فرور چیه؟ همین میگه. بیاد اینجا وانیتتون میخواد مثلا دیگه. اوف من خیلی خفنم. HPش دمیجش کمتره ببینم. ولی خوب اتک اسپید بالایی برخورداره. میخوایم بریم با باس بجنگیم چون همیشه اینجا سرامیکه. چون میخوام بهش یه ذره رحم کنم با همین میریم. بیا اینجا والرفر. اوه باورم نمیشه تو این ران یه اشپیو از دست دادم بالاخره. تمام ایزی بدبخت. برو عزیزم سیکتیر کن. خداحافظ. رفت فالوورمون. فالوور فرم میخوام چیکار کنم. چوب بده. اوه از این سنگه که قانون وضع میکنی هم داره. الله اکبر.
تمام اینم زدیم. بابا اولالا ندیم چه این یاروه میگه ماشالله برادر خوب کسی رو انتخاب کردم. من همه حرکاتتو تحت نظر دارم. منو ناامید نکن. بابا همین که دارم فرقتو میبرم جلو خداتم باشه بدبخت. اگه من نبودم که کارت گیر بود. بابا حاجی ایمانمون اومد پایین. ای وای یه دونه هم داریم و میدیم اسلیپینگ بگز، جایی که اینا کپه مرگشونو میذارن. بابا بعدی هم گرفتیم میدیم فارم پلات، جایی که میتونیم اینا رو بکاریم. بابا چیه فارم باندل؟ همه چی مربوط به فارمو میده. چرا اینا ایمانشون انقدر اومده پایین؟ غذا میخوان. اینجا کیفیتشون هم میزنه. این یه ستاره، این 2 ستاره. 25% احتمال داره آیتمای قیمتی دراپ کنن. 15% احتمال داره درجا برینن. شرطم بردارم 3 تا بزنیم هم اوکیشون میشه. کوک لتم کوک پختم براتون. چقدر این بازی گوگولیه خدایا. روز سوم برید گم شید غذا بخورید. جانم خوش تیپ جان. میگه این رهبر بزرگ فرقت داره روز به روز بزرگتر میشه. وقتشه که بهش یه اسم بدی. او مای گاد اسمو میذاریم ایران. اسمو میذاریم ایران. دوستان اینجا ایرانه. میگه اسم قشنگی ایران. نوکرتم. برید غذا بخورید ماشاءالله. مینید آیتم دراپ کردن. این یارو هم نیورده. بیا داداش منو بیار تو فرقه هرگوی بخوای میخورم. بیا داداش بیا. ولفار چی داری عزیزم؟ ها میگه حسودیش نمیشه وقتی که یه دونه زن دیگه هم بگیری. What the fuck مگه میشه اینجا عروسی کرد؟ 10 تا فیت میگیره وقتی که یه دونه یه جای خواب بهتری داشته باشه. اخمو نگاه کن. چپ اسمتو میذارم چسناله. چسناله اسمتو. نمیدونم چرا، فقط از قیافت خوشم نیومد اینجوری. خوش آمده چسناله جان. جای خوابم بسازیم پایین. یک عدد اینجا، یک عدد اینجا، یک عدد اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا. دیگه تا پولم میرسید زدم. بیاید بی پدر بیاید بفرمایید. قرآن میخوایم بخونیم. اذان الله اکبر الله اکبر. اندازه هم هست. اینو گرفتیم. بین وپنامون پویزنی میشن. احتمال داره سم میکنن. Curse of the Horde. 3 تا نفرین دیگه برامون باز میکنه. از همون ایج میزدیم. من چون آدم زیاد نفرین بازی نیستم میام سراغ بین وپنز. قانون میخوام. قوانین فقط یه دونه میتونم بدم. مراسم بونفایر ریچوال. دور آتیش برقصید. 10 تا 30 تا ایمان میده. 3 تا فیت بده داداش. این سنگم میشینه کلا. 10 تا چیز میخواد. 25 تا استخون. راتو ریچوالا همون سرمونن ولی برای فالووراته که ایمانشون رو بالا نگه داره. میگه اینا استخونن که از انمیا به دست میاد برای ریچوالا.
استخوناشونو بشن تا اینو بگیری دیگه، همون استخون بگیری. میگه به سرزمین اولد فیت برگرد، به انمی های شکست خورده رو بزن، بهت استخون بده، بعد بیا این ریچوال رو اینجا انجام بده. آره اینم که همونو میگه. خب الان مأموریت لاشی رو بکش، به اون اولد فیت برگرد، با 25 تا استخون برگرد، همین ریچوال رو انجام بده تو معبدت. اوکی. او اینا مریض میشن، بعد مریض بشن هم باید برن رو تخت خواب. او بعد مریضی میاد. او شیت. خیر سرمون، ما چیم؟ ما رهبریم، باید بشینیم این پخما رو جمع کنیم. خدا شکرت. بریم لاشی رو بکشیم. آینمون سرده ولی همین پویزن شدی. آجی مثل چماق شد. او این کورس جدید، کورس جدیده. او آجی از زمین بخباتوس در میاد. دو برابر بیشتر فرور بدن. اینو میخوام. مرمی دارم. آقا بریم. هلا بمیر. نه نرو. رفت. آیه خطی میزنه، خیلی بالا خطی میده. نمیگاه و جفتشون هم استخونو دادن. بنازم لاشی اومد دوباره. لاشی ها اومدن زارن. پس این حقیقت داره. همین رد کراون اومده رو سر یکی دیگه نشسته. ولی چجوری؟ باید هر کاری که انجام میدادیم انجام دادیم. این مهم نیست. ما با شامورا رو نیاز داریم. باش موافقت کن برادر. هر جور که دستور میفرمایید خواهرم. الان این یارو با این صدای کلوفتش خواهر بود. او که دارم خواب میبینم. انقدر اصلا شوک برم داشت. ناکن دمیجم یک یا عبد بس. دوستان آروم باشید. با مذاکره میتوانیم حلش کنیم. نظرتون چی؟ نه ناموسن نمیرم اینجا وای ندارم. کورس ندارم. وای بازم میان. غلط خوردم دوستان. غلط خوردی دیتا دارو. بازم هستم. اوه لاشی حداقل یه دونه اچ پی میدادی. وای حداقل یه کارت اچ پی. حاجی این شکل یه چی دیگه است و پای خرگوش به نظرم شبیه یه چی دیگه است. نه چرا 3 تاه؟ حالا 2 تا مگه نباید می بود؟ شانس اسپان چستای بهتری میده. یه چیه مربوط به کراون میشه. آجی من میخوام برم ببینم این چیزه چیه. خواجه چیه. ببخشید. اوی عزیزم ای ولدش. اینجا میتونیم آیتم برداریم. یه دونه از این سنگه که میتونیم باش قانون وزن کنیم. ندن جول. چی عیزم؟ دعا میکنم قربت الله. Your position will follow you through this. لاشی مجسمه لاشی باز از بین بره. فقط من. آره ایران، فقط جاست ایران. به من اجازه بده که تو رو خفن کنم.
اینم نفهمیدم. از این فکر کنم یه ربطی به اون یارویی که کارت بهمون میده داره. خیلی شبیه هم بودن. یعنی من همین این که پویزن میده رو دوست دارم. اینو برمیدارم و اینو برمیدارم بعد اینو ریسایکل میکنم. من میگم خدای هوشم من. اوه کی داره اینقدر متن رو بخونه گور پدره. آقای بسم الله تو ده چیز باس بارباتوس. یالا بارباتوس. آی لالا از بغل اون گذشتی. لالا آجی میخواید بمیرم ببینیم از اونجا میایم یا نه. میخوام تست کنم آجی. نهایتش این همه رو برمیگردم دیگه. یه دقیقه داداش منو بکش. اخوامم نمیرم. منو بکش. مردم که واقعا. داداش خو این کراون انشی بود. اوی اومدم پیش این یارو. اوه میگه نترس داداش. مرگ نمیتونه جلوی تو رو بگیره. میگه داداش غمت نباشی تا من هستم. من هنوز به تو نیاز دارم نمیذارم بمیری. میگه چیزی که قبلا گرفتم بگیر و چیز تو بیشتر کن. قدرت فرقت رو بیشتر کن. ادامه بده. هر وقت که زمین بخوری قوی تر بلند شو. اوجی چقدر سخنان انگیزشی زد. اشون الان یعنی از اونجا برمیگردم بگو. همین داداش اومدی فقط جملات انگیزشی به من بگی داداش. خدا رو شکر حداقل چیزی داداش. یاک بی‌احترام یه داداش اینجا رو گو گرفته. اگه اینجا رو تمیز نکنی همه مریض میشیم. داداش این که سبز چی میگی؟ چقدر ای کاش اسم تو رو به جا خورشید میذاشتم چسناله واقعا. خودت ریدی بعد میگی مریض میشن. خودت تو پاک کن دیگه لاشی. میدونستم که میتونی انجامش بدی. برو بمیر. فود اینجا میزنیم. اینجا جا خالیه. دوش میبینی چقدر اسکوله نمیتونه این موجودو بزنه. آره میرینیم انمونو میتونیم پاک کنیم. با کی بودی نفله؟ آره کوکا بیا وسط. بابا این داداش بیشتر از خیلی هم غیر شیطانی بود. چرا یه دقیقه چیزمون تا اینجا اومد؟ بابا راتو هم اومد. یه فالوورات وضعشون خیلی خوبه ولی تو میتونی بیشتر هم انجام بدی. بهشون هدیه بده. برای چیز کوستاشون رو انجام بده. بهشون کتاب مقدس رو بروشون باز کن. بهشون بلسشون کن. بلس چی میشه براتون میزنم. و وفاداریشون رو نسبت به تو بیشتر میشه این کارو کنی. و وفاداری یعنی که همه چیزو بهت میدن. هر چی بخوای بهت میدن. میگه چیزی که الان بهت نشون میدم رو نگاه کن. فالوور برات میارم اینجا. بیا داداش. یه چیز آی بود. Increase the follower loyalty.
to level them up and they will reward you as a devotion and convention and stone fragment. میگه اگه چیزشون وفاداریشون رو نسبت بهت ببری بالا به دیووشن میدن و همین سنگی که میتونی باش قانون وضع کنی هم بهت میدن. هر چقدر افرادت بهت وفادارتر باشن تو هم قوی تر میشی. من چیزای زیادی دارم که بهت آموزش بدم ولی من الان پیر و خستم. منو توی خونم پیدا کن روی نقشه، یعنی به چیزت گفتن رد کرانت گفتم کجا باید بیای، با قدرتش میتونی بیای بهم سر بزنی. مپ هم داره بازی، چه جالب. لونلی شک جالبه. You woke everyone اوه آجی ظاهرا هر کی از شب بیدار کنیم 15 تا فیتشون میاد پایین. جالب است جالب است جالب است. بسی تحت تاثیر قرار گرفتم. خب بچه ها میرم من اون همون راندیو که خواستم برم ببینم اون اگه بمیرم از چک پوینت میام یا نه، برم دوباره بگذرنم تا باس میبینمتون. بای بای. بیا بارباتوس پدر. نمیخوام یه دمیجم ازت بکنم که ثابت کنم همه اون دمیجایی که خوردم و مردم الکی بود. آی یه دونه حالا اشالله داره. مرده قربونش. بیاید انقدر راحت همش رو علکی مردم. آشغال برو. بالاخره این چیه؟ موومنت اسپید فالوورام میره بالا. میگه این اشتباه نکن که بشی برده فالوورات، اونان که باید بشن بردت. ایمان اونا منبع توه. من بهت این اجازه رو میدم که این قدرت رو بهت میدم که بتونی ذهن اون احمقا رو بخونی. او مای گاد ذهن خانی بنازم. او بنازم دیگه. اومدم سرفکندتون نکردم گایز، ایرانیان گرامی. با اشکولات اومدم. سلام. این دوتا فالووری هم که آوردیم پاپی. آخه من از پاپت کردم، هرگاهی بخوای میخورم. اوه یه صفت بد داره. وقتی یه فالوور رو بیاری 10 تا فیتش کم میشه. ناشنای باش. جالب شد جالب شد. آخه خیلی خیلی خوبه. بیا ایزم پاپی جان. این بنده خدام تو اسیر بود. آرباتوس هرگاهی بخوام میخوری. صفات خوبی داره. با افرادی که در برابر ما شورش میکنن ایگنور میکنه. ایول 15% سریعتر لول اپ میشه. 5 تا فیت کم میشه اگه فالوور دیگه بمیره. چرا فقط صورت ترک خورده جناب؟ بربری. بربری نان بربری. خوش آمدی بربری جان. رویالیتیش رفت بالا. حالا که همتون اینجایید بیا یه بلس بدم بهتون. روزی روزگاری. اینم بود از این بلسینگ. آخه میتونیم پتش کنیم، میتونیم نازش کنیم. سگ خوبه کی بودی تو؟ گوگلی
وضعیتمون بسیار خوب شد. بادی پیت هم بدیم ابرستون. What the fuck؟ پرنده ها میان میخورن بیان اینو بخورن. الله اکبر. او اینایی که لول اپ شدن لویالیتیشون رفته بالا بیشتر میدن. کرس هم بدیم. کرس قانون بعد از مرگ، کار و ورشیپ، قانون و تهیه قانون، موقعیت ها، قضا. میریم لا ان اوردر. او مای گاد، 2 تا انتخاب داریم. میتونیم یه فرد از قبلمون یه تبر داریم میتونیم بذاریم شقش کنیم. یکی از فالووراتو روحشو میدی به یک مکان والا و به همه لویالیتی داده میشه. معلومه اینو برمیدارم. من رهبر خوبیم. ایران رو به جای عالی میخوام تبدیل کنم. دیووشن فستر، دیووشن سریعتر دراب میکنن. اینو نگاه، این داره موواک میره اینجا، موومنتشون میره بالا. او 2 برابر، یعنی اگه یارو بخواد 60 سال عمر کنه 2 برابر، یعنی 120 سال عمر میکنه. تو سریعتر را برو. گیفتمون هم که دادیم. راتو هم سر زدیم. بیرین یالا. پس مقر منو پیدا کردی. نظرت با بازی ناکل بالز چیه؟ ناکل بونز نمیدونی چیه؟ خیلی بازی ساده ایه. بیا رو همین تیبله که اینجا بهت نشون میدم. اوکی بذار من فقط اینو بردارم که اینجا گیفته که لویالیتی اینا رو میبر بالا. A dice game of risk and reward. Play. نمیتونه، هیچی نمیتونه راتو بزرگو شکست بده توی ناکل بونز. میخوای یه بار دیگه بازی کنیم؟ بازی میکنم بی پدر. آره بله من باختم. بهم پول داد، دمش گرم. پول که نه، جایزه داده. یس، یه دونه قلب به جای نصف قلب یه دونه قلب میده. آها بر سر سکه با هم دیگه بازی. حالا در آفریکورد میام باید بازی میکنم داداش. اینجا هم بری داری بابا. میگه من روزامو گذروندم با بازی کردن ناکل بونز. با کی بازی میکرد؟ آها من یه سری دوست دارم که با هم بازی میکنن. خب بچه ها مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که ویدیو قبلی رو انقدر حمایت کردی. واقعا انگیزه گرفتم که پارتو هر سریعتر بیارم. آره دیگه اگه خوشتون اومد کامنت بذارید، همه کامنتاتون رو میخونم. لایک، ساب، زنگوله بغل سابم بزنید. داناتلو پاپیو آوردیم، خوشچیپ، لبومبو، چسناله و بربری. ما ریچوال آزاد کردیم، مراسم ها رو آزاد کردیم دیگه، کلی کار کردیم. رفتیم یک لول به زدن لاشی نزدیکتر شدیم. و آره پارت بعدی حتما به نظرم لاشیو بزنیم. به نظر من لاشیو زدیم پارت بعد. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. چقدر حرف زدم. و تا ویدیو بعدی فعلا.